حمله دوباره به کردها توسط رهبر بزرگترین قدرت نظامی جهان و اعتراف تلویحی او به اینکه کردها به او نگفتند و حاضر نشدند برای معامله او با رژیم بجنگند، خود نشان دهنده قدرت کردها و نیروهای مبارزشان است. اپوزیسیونی که مخالف کردها در خارج از ایران با پرچم آمریکا و اسرائیل به دنبال گدایی حمایت هستند، به جای حمله به کردها بهتر است از آنها یاد بگیرند استقلال و مبارزه برای آزادی یعنی چه؟ کردها، برخادان، ژیانه، مقاومت زندگی است را فقط شعار نمی‌دهند، بلکه آن را در عمل زندگی می‌کنند. آنها در برابر فشارهای خارجی و داخلی ایستادگی کردند و برای حفظ هویت و حقوق خود مبارزه می‌کنند. این مبارزه نه تنها برای کردها، بلکه الگویی برای تمام کسانی است که خواهان آزادی و عدالت هستند. وقتی بزرگترین قدرت نظامی جهان که معمولاً با اراده خود همه چیز را پیش می‌برد، اعتراف می‌کند که در برابر اراده کردها ایستاده است، این خود نشان دهنده عمق و گستردگی قدرت و نفوذ کردهاست. آنها با اتکا به خود و با تکیه بر نیروی مردمی خود توانستند در برابر فشارهای جهانی مقاومت کنند. این یک پیروزی بزرگ است که نباید نادیده گرفته شود. اپوزیسیون خارج نشین که به دنبال حمایت خارجی هستند، باید درک کنند که قدرت واقعی از درون جامعه برمیخیزد، نه از دلارهای نفتی یا وعده‌های قدرت‌های خارجی. کردها با اتکا به نیروی خود توانستند مشروعیت و اعتبار کسب کنند. آنها به جای اینکه به دنبال اربابان جدید باشند، خودشان ارباب سرنوشت خود شدند. اینکه اپوزیسیون خارجی که خود را مدعی رهبری مبارزه با رژیم می‌داند، به جای حمایت از مبارزات مردمی به کردها حمله می‌کند، نشان دهنده ضعف و ورشکستگی فکری آنهاست. آنها نتوانستند الگوی موفقی برای مبارزه ارائه دهند و اکنون به جای درس گرفتن از موفقیت‌های دیگران، به تخریب آنها می‌پردازند. مقاومت زندگی است فقط یک شعار نیست، بلکه یک فلسفه است. فلسفه‌ای که بر پایه خودباوری، استقلال و ایستادگی بنا شده است. کردها با جان و دل این فلسفه را باور دارند و آن را در هر قدم از مبارزات خود به نمایش می‌گذارند. آنها نشان دادند که می‌توان با اتکا به نیروی خود در برابر هر قدرتی ایستاد و برای آزادی جنگید. اینکه رهبر بزرگترین قدرت نظامی جهان مجبور به اعتراف به نگفتن کردها می شود، خود یک پیروزی دیپلماتیک و سیاسی برای کردها محسوب می شود. این نشان می دهد که آنها توانستند منافع خود را در برابر منافع قدرت‌های بزرگ تعریف کنند و از تبدیل شدن به مهره شطرنج در بازی‌های قدرت جلوگیری کنند. این استقلال در تصمیم گیری نقطه قوت اصلی کردهاست. اپوزیسیون خارج نشین که به پرچم آمریکا و اسرائیل متوسل می شود، در واقع نشان می دهد که خودشان هیچ پایگاهی در میان مردم ندارند. آنها به دنبال راه میانبر و اتکا به قدرت‌های خارجی هستند، در حالی که کردها با تکیه بر مردم خود توانستند دستاوردهای بزرگی کسب کنند. این تفاوت اساسی بین یک جنبش مردمی واقعی و یک گروه سیاسی منفصل از مردم است. مبارزه کردها برای آزادی نه تنها یک مبارزه برای حقوق ملی آنهاست، بلکه یک مبارزه برای ارزش‌های انسانی و دموکراتیک است. آنها نشان دادند که می‌توان در سخت‌ترین شرایط امید را زنده نگه داشت و برای آینده‌ای بهتر جنگید. مقاومت زندگی است، نه تنها شعار کردها، بلکه پیام آنها به تمام کسانی است که در بند ظلم و ستم هستند. اینکه قدرت‌های بزرگ در برابر اراده کردها خم می‌شوند، نشان دهنده این است که دیگر دوران زور و سلطه به سر آمده است. اکنون دوران گفتمان، مذاکره و احترام به حقوق ملت هاست. کردها با مقاومت خود این پیام را به گوش جهانیان رساندند.
اپوزیسیون خارجی باید از کردها بیاموزد که چگونه میتوان با اتکا به خود و با مبارزه مستمر به دستاوردهای واقعی دست یافت. آنها باید بفهمند که حمایت خارجی تنها زمانی ارزشمند است که بر پایه احترام متقابل و برابری بنا شده باشد، نه بر پایه وابستگی و ذلت. در نهایت، مقاومت کردها گواه این حقیقت است که آزادی و استقلال ارزش‌هایی هستند که به سادگی به دست نمی‌آیند. آنها نیازمند فداکاری، ایستادگی و مبارزه مداوم هستند. مقاومت زندگی است، نه تنها شعار کردها، بلکه سرود زندگی آنهاست. برخادان، ژیانه، بژی کرد و کردستان، بژی آزادی، ژن، ژیان، آزادی. جان فدا، هر جان فدا، جان فدا، جان فدا.